فکرشو بکنید، دختری ساده و پر از رویا عاشق میشه ولی عشقش تبدیل میشه به بزرگترین کابوس زندگیش. از اون طرف مادری قوی که میخواد جلوی همه سختی ها بایسته و عشقی پنهان که در سن و سالی غیر منتظره شعله ور میشه. این خلاصه ای از دنیای پر از راز و خیانت، عشق و اشک، دنیای سریال شربت زغالخته. و حالا خبر بزرگ، فصل 4 این سریال داره شروع میشه. بله درست شنیدید، بعد از 3 فصل پرماجرا فصل 4 در راهه. فیلم برداری از 30 مرداد 1404 کلیک خورده و تاریخ رسمی پخش هم مشخص شده. جمعه 19 سپتامبر 2025 28 شهریور 1404 از شبکه شو تیوی. دعا، دختری که همه چیز رو برای عشق فاتح فدا کرد، اما خیلی زود فهمید این عشق مسیر پر از خیانت و شکسته. حالا همه میپرسن دعا در فصل 4 چه تصمیمی میگیره؟ آیا دوباره به فاتح بر میگرده یا راه تازه‌ای برای زندگیش پیدا میکنه؟ فاتح مردی پر از جاه طلبی، بارها نشون داده برای رسیدن به خواسته هاش از هیچ چیز نمیگذره. فصل 4 براش چه سرنوشتی داره؟ آیا دست از خودخواهی بر میداره یا دوباره همه رو قربانی میکنه؟ نورسما، دختر مظلومی که قصهش اشک خیلی ها رو در آورد. اون همه درد و تحقیر رو کشید ولی بازم ایستاد. حالا سوال اینه، بالاخره در فصل جدید به آرامش میرسه یا بازم سرنوشت سختی‌هاشو تکرار میکنه؟ کیول جیم، مادری قوی، مدرن و مستقل. زنی که در برابر همه قضاوت‌ها ایستاد و عاشق شد. رابطه او با عمر یکی از زیباترین خطهای داستانه. عشقی پخته اما پر از مانع. فصل 4 میتونه نقطه عطف این رابطه باشه؟ و البته مصطفی، برادر فاتح که در فصل 3 با تصمیماش حسابی غافلگیرمون کرد، هیچ کس نمیدونه در فصل جدید چه نقشی قراره بازی کنه. جالبه بدونید این سریال فقط تو ترکیه محبوب نیست، تو ایران هم خیلی زود دل مخاطبا رو برد. هر هفته بعد از پخش قسمت جدید شبکه‌های اجتماعی فارسی پر میشه از بحث و گمان زنی درباره دعا، فاتح و نورسما. خیلی ها میگن قصه سریال شبیه واقعیته، شبیه داستان‌هایی که اطراف خودمونم میبینیم، به خصوص شخصیت نورسما که بین ایرانی‌ها طرفداری زیادی پیدا کرده. حالا بذارید چند نکته جالب هم براتون بگم. میدونستید شربت زغالخته چند بار رکورد بیننده رو تو ترکیه شکست؟ خیلی از ماجراهاش از واقعیت الهام گرفته، از تضاد خانواده‌های سنتی و مدرن. بعضی از قسمتاش اینقدر بحث برانگیز بود که حتی توی ترکیه ترند شد و روزها دربارش حرف می‌زدن. بازیگر نقش نورسما به خاطر ایفای فوق‌العاده نقشش جایزه‌های مهمی گرفت. و جالبتر این که این سریال فقط تو ترکیه و ایران محبوب نیست، حتی تو آمریکای لاتین هم طرفدار پیدا کرده. انتظارات از فصل 4. و اما سوال بزرگ، فصل 4 قراره چه غافلگیری هایی داشته باشه؟ آیا دعا بالاخره راه تازه‌ای برای زندگیش پیدا میکنه؟ آیا فاتح تغییر میکنه یا باز هم همه چیز رو ویران میکنه؟ آیا نورسما آرامش پیدا میکنه و رابطه کیول جیم و عمر بالاخره به آرامش میرسه یا باز هم زیر فشار جامعه و خانواده ها قرار میگیره؟ پس یادتون نره 28 شهریور 1404 روزیه که باید توی تقویممون خط قرمز بکشیم، چون اون روز فصل 4 شربت زغالخته شروع میشه و دوباره هممون رو میخکوب میکنه. حالا نوبت شماست. شما فکر میکنید سرنوشت دعا و فاتح چی میشه؟ آیا عشق کیول جیم و عمر دوام میاره و نورسما بالاخره لبخند خوشبختی رو میبینه؟ حدساتون رو توی کامنت ها برامون بنویسید. مرسی که تا آخر همراه ما بودید. اگه این ویدیو براتون جالب بود لایک کنید، سابسکرایب کنید، زنگوله رو بزنید، کلی کارا بکنید تا اولین نفری باشید که ویدیوهای بعدی ما درباره این سریال رو میبینه. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.